روز 10 نوامبر در باغ به نام ابوالقاسمی فردوسی شهر دوشنبه آزمون آشی پلاو برگزار گردید. در برابر نمایندگان دیگر شهر و ناحیه‌های کشور آشپزهای ماهر ترسونزاده شهر نیز در این چاره‌بینی اشتراک کردند. در نمایشگاه آشی پلاو نمایندگان حکومت کشور، مشاور کلان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رحمانزاده عبدالجبار و دیگر نمایندگان حکومت کشور اشتراک کردند. معلومات خیر. بارک الله. بارک الله. بارک الله. آفرین. بارک الله. شهری ترسونزاده ناصر فاضل جان یکی از کلالگران بهترین شهر ترسونزاده، بسیار شاگردان زیاد دارد برای تیار کردن این مواد کلالی. خوش آمدید. آشی پلاو آماده است. لذت دنیا همه در آش ما افتاده است. از برنج و گوشت و سبزی، زیره و روغن نخود، بهترین آش پلاو از شهر ترسونزاده است. در بزم آشی پلاو می‌فورد صحبت باشد، از وحدت و امانی هم از محبت باشد. سلام مهمانان عالی قدر مرحمت به آشی پلاوی ترسونزاده شهر. سنجید از زنبه گوسپند از رحمت. پیشنهاد بشود بارک الله. بارک الله. آشی مذکور از آشی دوستی نام داشته. در یک دک دو نمود. در یک دک دو نمود آش است. دیگه نمیتونم. ضمن این چاره‌بینی همچنین هنرمندان شعبه فرهنگی نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده نمایشنامه‌های جالب کنسرتی خود را پیشکش مهمانان گردانیدند. فستیوال جمهوری آشی پلاو در سطح خیلی بلند تشکیلی و فرهنگی برپا شد. نمایندگان شهر و ناحیه‌های کشور که در این آزمون بهترین آشی پلاو را پخته پیشنهاد نمودند، صاحب جایهای افتخاری شدند. نمایندگان شهر ترسونزاده نیز در آزمون آشی پلاو صاحب جایهای افتخاری گشتند. آشی پلاو با مزه، با زیره و با جزه، هر کی خورد این آش میگزه انگشتاشه.